با یک مطمئنم که دوره دوم دولت آقای روحانی میتونه ما رو با اون انجا برسونه. و بسیاری از این سمپاشی هایی که الان میشه، اهانت هایی که میشه، هوچیگری هایی که میشه، برای این است که به اونجا نرسه کار. و این خطرناکه. ما هممون باید دست به هم بدیم. فرق نمی کنیم ما اصولگرا و اصلاح طلب و معتدل و همه اینا، بالاخره بچه های این انقلابن، اینا همه فرزندان امامن، فرزندان رهبری هستن. هدفشون هم اطلاع کشور و ملت و سعادت مردم باید باشه. سر دعواهایی که داریم، اختلافات سیاسی که دارن، نباید منافع